حالا اخیراً یه لایحه‌ای به دولت دادن که کانون وکلا هم بره زیر نظر قوه قضاییه. خب دیگه پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید توجه نیست به مسئله. قاضی مستقل، همه باید احترام بذارن، همه در برابر قانون مساویان، از رهبری تا بنده که خاک پای ملت، همه در برابر حکم قاضی. اما معناش این نیست که همه امور کشور باید بیاد زیر نظر یک قوه. 2 سال قبل یه بحثی داشتیم، پیشگیری از جرم، پیشگیری از وقوع جرم. یه جوری اینو تفسیر کرده بودن که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید برن یه اجازه بگیرن. بابا اینطوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلعی یه جرمی داره اتفاق میفته یا یه مقدماتی داره چیده میشه که منجر به جرم میشود، شما باید برید اون مقدمات رو کنترل بکنید. اما سوال ها: آیین نامه داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر اداره جلسات و تنظیم امور مجلسه. آیا آیین نامه داخلی می تواند اختیاراتی رو برای بعضی قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس جمهور تعریف بکنه یا مسئولیت هایی رو برای دیگران؟ یک سوال. 2. مسیر قانونگذاری در مجلس 2 تا منشأ داره، یکی طرح، یکی لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی رو میدن، رسیدگی میشود. محدودش اصل 75 و محدودش قانون اساسی است. اما دولت هم حق داره لایحه بده. دولت برای اداره کشور میرسه به یک راهکارهایی، به یک برنامه‌ای، اینو میخواد اجرا کنه، تبدیلش میکنه به لایحه، تقدیم مجلس میکنه. حالا اگر مجلس محترم این لایحه رو به گونه‌ای تغییر داد که با لایحه اولیه شباهتی نداره یا اصلا جهتگیری‌هاش عوض شده، در این صورت آیا این قانون محسوب میشه؟ دولت باید اون رو اجرا بکنه؟ مسئولیت تبعات اجرای چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلا دیگه لایحه به چه دردی میخوره؟ وقتی بناس کاملا تغییر بکند علیرغم مخالفت‌های دولت، دیگه چه ضرورتی به لایحه هست؟ فرق لایحه و طرح چیه؟ مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهده کیست؟ آیا میشه به بهانه رسیدگی به بودجه کل بودجه زیر و رو بشه یا جهتگیری‌هاش عوض بشه یا مبانی و اصولش دچار دگرگونی‌های اساسی بشه؟ آیا قانون اساسی اجازه میده یا نه؟ اگر شد چه ضرورتی به دادن لایحه بودجه هست؟ و اگر قبول کردیم مسئولیت تبعاتش به عهده کیست؟ فرض کنید دولت میگه این مصوبه رو نذارید تورم‌زاست یا این پول رو به اون دستگاه ندید، نیاز نداره، پول رو جای نامناسب هزینه میکنه یا درست هزینه نمیکنه، این پول رو اختصاص میدن، مسئولیتش به عهده کیست؟ آیا این ضوابطی که در آیین نامه داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع خودش یک بودجه نویسی ابتدایی است، آیا این منطبق بر قانون اساسی است؟ آیا مجلس شورای اسلامی میتواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی رو عوض بکنه؟ آیا این طبق قانون اساسی هست؟ اجازه داره؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت تبعاتش چی میشه؟ کشور بر اساس قوانین ثابت اداره میشه. الان تو دنیا دارن چشم اندازهای 50 ساله تنظیم میکنن، حتی دیگه این قوانین 5 ساله و 7 ساله داره منسوخ میشه. آیا میشه کشور رو بر اساس قانونهای 1 ساله اداره کرد؟ قانون بودجه مستثناست، یه نوع حسابداری است.
اما در خلال قانون بودجه همه قوانین عادی هر روز تغییر بکنه، دیگه چه چیزی ثابت میمونه؟ ما حتی هر سال شاهدیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر میکنه. حالا بالاتر بگم به شما، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه میخوره. یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدره؟ یه سال، 6 ماه، یه ماه، نمیدونیم. بستگی به طرحی داره که هر روز تصویب میشه. آیا اینا طبق قانون اساسی است؟ آیا اینها مفید به حال کشوره؟ ما اصل 75 رو داریم. این یه تضمینی است برای کنترل طرح‌ها که هزینه درست نکنه. آیا میشه ما اصل 75 رو دور بزنیم، همون هزینه رو بتراشیم اما دور بزنیم؟ مثل چی؟ طرح تصویب کنیم، دولت رو موظف کنیم، بگیم بودجهشو باید در قانون بودجه سال آینده بیاریم. یا بیایم بگیم دولت بره از بودجه صرفه جویی بکند، اینجا هزینه بکند، مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. دیم آقا صرفه جویی هنوز اتفاق نیفتاده، به ما فشار می‌آوردن زودتر وزارت رو تشکیل بده. میگفتیم خب بودجه نیست، میگفتن بودجه از محل صرفه جویی‌ها. میگفتیم خب هنوز اجرا نشده که صرفه جویی بشود، ما باید قانون بودجه رو اجرا کنیم، پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید چه فضایی در کشور درست شد. یا بیام مبهم بذاریم، مثل تغییر قانون ساعات، قانون تغییر ساعات. خب تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه داره، هزینه‌اش هم اثبات کردیم، بردیم کنتورهای وزارت نیرو در شرایطی که ساعت